کشوری با تاریخ 1000 ساله، طبیعت بکر و رازهایی که کمتر کسی راجع بهش شنیده. به افغانستان خیلی خوش اومدید. تو این ویدیو میخوام یه نگاه کلی به کشور افغانستان بندازیم. آیا تا به الان میدونستی که افغانستان 30 بار پرچمش رو تغییر داده و رکورد داره تغییر پرچم توی جهانه؟ آخرین بارم سال 2021 پرچم کشور افغانستان تغییر پیدا کرد. پایتخت این کشور کابل شهریه که هم قدیمیه هم پر از داستان. یه زمانی بهش میگفتن پاریس آسیا چون خیلی سرسبز و خوش آب و هوا بوده. ولی الان متاسفانه به خاطر چند دهه جنگ و درگیری چهره این شهر خیلی عوض شده. الان کابل پر از تضاده. از یه طرف ساختمون‌های لوکس و قشنگ، از یه طرف خیابون‌های خاکی و مردم سختی کشیده. جمعیتش بیشتر از 4 میلیونه و شلوغ‌ترین شهر کشوره. با اینکه خیلی مهاجرت کردن، اما هنوزم خیلی از افغان‌ها کابل رو قلب افغانستان میدونن. مشهورترین غذای افغانستان قابلی پلو که ترکیب برنج و گوشت و هویج و زرشکه. هر کسی که افغانیه عاشق این غذاه. بیشتر مردم افغانستان توی کشاورزی فعالیت دارن. کشت انواع میوه ها، گندم، خشخاش شغل اصلیشونه که اقتصاد کشورم به دوش میکشه. مردم افغانستان به مهمون نوازی به شدت معروفن. یکی از چالش‌های بزرگی که افغانستان براش به وجود اومده کمبود مواد غذاییه. الان حدود 90% کودکان توی افغانستان دچار سوء تغذیه‌اند و دارن جون خودشون رو از دست میدن. و بعد از ورود طالبان وقتی به قدرت رسیدن هزاران نفر مجبور شدن از کشور فرار کنن. خیلی‌ها برای پیدا کردن امنیت به کشورهای همسایه پناه بردن. الان بیشتر افغانی‌ها در حال حاضر تو کشور ایران و پاکستانن. حدود 5 میلیون افغانی در ایران و 3 میلیون در پاکستانن. یکی دیگه از قوانین عجیب افغانستان بعد از ورود طالبان ممنوعیت رقص و موسیقیه. طالبان معتقد بودن این فعالیت‌ها با اصول شریعت مخالفه. و یکی دیگه از عجیب ترین قوانین افغانستان اینه که بچه‌های بالای 12 سال حق درس خوندن ندارن. این قانون بیشتر روی دختران هست. به خاطر همین بیشتر مدارس دخترونه تو افغانستان بسته شده. دین مردم افغانستان اسلامه. بیشتر مردم این کشور مسلمونن اما اقلیت شیعه هم پیدا میشه. خب اینم یه نگاه سریع به افغانستان. اگر دوست داری بیشتر از این اطلاعات جالب رو راجع به کشورهای مختلف بشنوی حتما سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن که هیچ ویدیویی از دست ندی. بدرود.